بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، خسته نباشید. انشالله که جور و صحتمند و سریحال باشید. در هر گوشه این دنیای کره خاکی که هستید تنتان سالم و دور از گزند روزگار باشید. من سبقت الله نظری هستم. امروز در یک دیگر از برنامه های چینل یوتیوب آسمان جاغوری آمدیم برایتان از خانه و باغ آقای ایدری عاقل منبر برایتان ویدیو بسازیم. انشالله تا آخر ویدیو همراهیمان کنید. لایک و سابسکرایب فراموشتان نشود. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتان را در کامنت برایمان بنویسید. تشکر و ممنونتان. این هم دروازه پیش روی حولی آقای ایدری که بریم داخل. انشالله یک ویدیوی خوب برایشان تهیه کنیم. بیننده باشید دوستان عزیز. این هم نمای بیرونی از خانه آقای ایدری که یک آب و هوای تازه و سرسبزی داره. واقعا با ما درخواست کرده بودن که از خانه و باغشان یک ویدیو بسازیم. انشالله که بیننده باشد. شما دوستان عزیزم که اگر درخواستی دارید با ما در کامنت بنویسید. انشالله حتما برایتان ویدیو میسازیم. نمایی از بین حولی آقای ایدری که واقعا خانه درست است کاگلی است، اما یک فضای منظم و سرسبزی داره. نگاه کنید زیبایی را، گلهای رنگارنگ و این فضا و دیگه واقعا دیگه لذت زندگی در همین جاست. بین حولی آقای ایدری درخت شفتالو، نام خدا خیلی دیگه هم کلان است. نگاه کنید اندازه یک سیب است دیگه. نگاه کنید دوستان عزیز، شفتالو به بزرگی یک سیب رسیده. این هم درخت ناک تا اندازه خوب بارش. نام خدا دیگه این پایپ 2 اینچه آب داره دیگه. این هم داخل حوضشان. پیش خانه شان دیگه قالینا هم هوار است دیگه که بیشنه و از این سرسبزی و از این فضا کیف کنه. واقعا درخت های آلوچه پیش خانه آقای ایدری که خودشان دیگه فعلا در آمریکا است. از ما درخواست کرده بودن که یک ویدیو حتما بگیریم دیگه. دور از دل آقای ایدری دیگه که آب میشه دیگه. که این آلوچه های وطن دیگه خداییشی با او آلوچه هایی که فعلا در کشورهای خارج شاید همون مزه و همه چیزشان شاید فرق کنه دیگه. اینجا بین حویلی آقای شوکت علی ایدری است. درخت های سیبشان که امسال به نسبت سالهای دیگر بارشان کم است. بین باغچه‌شان که خدایی باغچه‌شان خیلی کلان است. کشتی لوبیا، درخت های انگور،
که حاصلات داره، اما متاسفانه خیلی کم رشد است و خیلی دانه هایش خورد مانده. این باغچه کلان و کشت کچالو و درخت های بادام و زردالو و هم که میبینید مربوط آقای ایدری است. نام خدا دیگه کچالو خوب زیاد کشت کرده یقون آقای ایدری. انشالله حاصلاتش هرچی بهتر و خوبتر باشه. اینجا رو که بیننده هستید سابق ماشین خانی آقای ایدری بود. فعلا یک خانواده یا دیگانشان در اینجا زندگی میکنه فکر کنم. من عزیزی که از راه قبرستان عمومی طرف بازار انگوری گذر میکنه این غرفه را حتما میشناسه که پشت سر ماشین خانه سابقه آقای ایدری موقعیت داره. یک لالای خورد ما هم اینجا نشسته. سلام علیکم. حالای مندنشی؟ بخیر سلامتی؟ نام تو چیه؟ چی اسکی؟ شیر. خب دمین چی زندگی نی؟ خب امی دکان چطور وضعیت چی؟ خوبه. روزی چند سودانی؟ 100 افغانی؟ خب چیزی میشه؟ خوبه. خب آفرین. این چیز خیلی درید دکان خو؟ خب پاپر دیگه چیه؟ خب اینه نوشیدنی هم داره دیگه. خب آفرین به خدا. مطب هم موری؟ نموری؟ چرا؟ خب مطب هنو شامل نشدی؟ خب انشالله که مکتبم بور. مطب خوبه خب؟ آفرین بچره. قسمی که آقای ایدری درخواست کرده بودن که از باغچه و خانه ما یک ویدیو بگیریم، امروز آمدیم و اینجا یکی از دوستان و همکارای آقای ایدری رو گیر کردیم که همسایه جدیدشان است. کاکا جان چطوری؟ بخیر سلامتی؟ اوقاتت خوشه؟ بخیری؟ بخیر باشی. چیزی گفتنی دارید آقای ایدری؟ نه آقای ایدری دیگه تشکری دارم دیگه. ما اینجا همسایه شیم، این شش میدم زی دیوالچی. خب بخیر باشی. آقای ایدری حتما این ویدیو شما را دیگه از خارج میبینه انشالله که سلام علیکم داشته باش همراهتان. خب چیزی درخواستی از آقای ایدری؟ چیزی از آقای ایدری نه دیگه چندان گفتنی تو ندارم. مقصد اینه درخت خشک بریک ویدیوش هم گرفتیم پیشتر. گفتم اگر همه اجازه بده که ما مراره کنم برای زیستو. بخیر باشه. حتما این صدایتان را با آقای ایدری میرسانیم. موفق کامگار باشین دیگه. خدا حافظتان.